بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاعیه دارالعلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ششمین دوره همایش دستوربندی، فراغت 160 از فضلا و حفاظ کرام با اطلاعیه عموم مشتاقان و محبان علوم اسلامی رسانیده می شود که برای ششمین بار همایش بزرگ دستوربندی در مکان و زمان ذیل برگزار می گردد. حضور شما علم دوستان رونق افزایی محفلمان خواهد گردید. زمان روز شنبه 7 دلو 1402 هجری شمسی مطابق به 15 رجب 1445 هجری قمری، ساعت 8 بجه قبل از ظهر ایلاد ساعت 12 قبل از ظهر. مکان دارالعلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ناحیه پنجم، مرکز شهر میمنه، ولایت فاریاب. برگزار کننده محفل اداره دارالعلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تحت نظر شیخ صایم غلام نبی غفوری. قابل یادآوری است که محفل برگزاری حسن تلاوت روز جمعه شب شنبه بعد از نماز عشا تحت نظارت حفاظ شهیر کشور گرفته می شود. لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم، ولك البسمة من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم.